بعد از گذشت حدود 1 سال که هیچ پستی نداشتیم، در این پست من میخوام کتاب از پاریس تا پاریس رو خدمت شما معرفی کنم و امیدوارم در ادامه معرفی کتاب ها وقفه طولانی پیش نیاد. کتاب از پاریس تا پاریس یکی از کتاب های معروف مرحوم دکتر باستانی پاریزی است که در سال 1350 از سوی انتشارات امیرکبیر چاپ شده و تاکنون بارها هم تجدید چاپ شد. این کتاب 7 تا سفرنامه خودنوشت از استاد باستانی پاریزی است که بعضی از اونها نسبتاً مختصر و بعضی دیگه بسیار مفصل هستند و بعضی از این سفرنامه ها پیش از این کتاب به صورت مقالاتی دنباله‌دار در مجلاتی مثل مجله یغما منتشر شده بود. سفرنامه هایی که مفصل تر هستند در این کتاب، یکی سفر به کشور عراق هست، دومی سفر به پاکستان البته پیش از جدا شدن بنگلادش، سومی مربوط به سفر به رومانی است و چهارمی سفر به اروپا که همین مقاله است که تحت عنوان از پاریس تا پاریس توی کتاب آورده شد. 3 سفرنامه کوتاه هم در کتاب وجود داره. اولی سفرنامه جشن هنر شیراز هست، دومی سفرنامه تبریز هست مربوط به همایش بزرگداشت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی و سفرنامه مشهد که به مناسبت هزاره بیهقی بود. همه این سفرها هم در فاصله سالهای 1146 تا 1350 انجام شده. اگر کتاب‌های دکتر باستانی پاریزی رو مطالعه کرده باشید میدونید که ایشون از مطلبی به مطلب دیگه ورود میکنن و در ذیل و حاشیه مطلب اصلی موارد بسیار رو عنوان میکنن که البته خالی از لطف نیست. از جمله در خود کتاب ایشون ذکر کرده از قول یکی از همکاران و نویسندگان افغانستان که مقالات دکتر باستانی پاریزی مثل هواخوری میمونه. این کتاب هم به حق یک هواخوری جالبه، به خصوص که حال و هوای اروپای حدود سال 1150 و همینطور کشور رومانی نیمه کمونیستی اون سالها رو بیان میکنه که مطالب فرهنگی بسیاری با خودش به همراه داره. نسخه‌ای هم که در این تصویر میبینید مربوط به کتابخانه دانشگاه تهران هست و اصالتاً در تولد دکتر منوچهر اقبال بوده و به کتابخانه بعداً اهدا شده و لذا از 2 جهت جنبه تاریخی داشت و به من خیلی چسبید. توی این سفرنامه ها هم از احوالات اون زمان ملت ها سخن گفته شده، هم از دیدارها با برخی اشخاص خاص مواردی ذکر شده و هم در این بین به مناسبت حضور در مکان خاص یا موقعیت خاص مطالب تاریخی مرتبط با اون مکان یا موقعیت اشاره شده که باعث شده تا این سفرنامه ها بسیار جذابتر و آموزنده تر باشند. برای مثال زمانی که در کشور پاکستان بازدید از تنگه خیبر صورت میگیره، حوادث و لشکرکشی های بسیار مرتبط با این تنگه یا گردنه از اسکندر مقدونی گرفته تا نادرشاه افشار و لشکرکشی انگلیسی ها توی کتاب توضیح داده شده و تحلیل هایی هم در خصوص اونها به خواننده ارائه شده و شما خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. امیدوارم که اگر گذرتون به این کتاب افتاد از مطالعهش لذت بسیار ببرید.